السلام علیکم داملای محترم. سوال داشتم، التماس جواب گویید. ما یک گروه ورزشگران، فوتبال بازان، ما تمرین میکنیم، عرق میکنیم و بعدا نماز عصر را در میدان میخوانیم. آیا این درست است؟ خداوند از شما راضی باشد. سلامت باشید برادر عزیز. بله، وقتی اگر شما یعنی اگرچه عرق هم کنه، عرق این جمله ناقضات وضو نیست. یعنی عرق کردن از بدن انسان، وقتی آبی بدنش میبره عرق میکنه، البته این طهارت انسان نمیشکنه. شما فقط احتیاط کنید که در اون حالت دو کردنتون طهارتاتون نشکنه، یعنی یگان اعضاتون در جای نزنه که خون شوه، یعنی طهارتون شکنه. یا اینکه احتیاط کنید که مبادا در اون حالت انسان حرکت میکنه بادش نبرایه. همین حالت ها را اگر انسان احتیاط کنه برای شما یگان ضرری نداره. شما میتوانید که یعنی که اگرچه بدنتون هم عرق کرده باشه و از عرق بدن لباساتون هم تر شده باشن، شما میتوانید که نمازتون یعنی بخوانید با اون لباس ها. یعنی عرق یعنی عذر نمیشه. عرق چیزی میشکستگی طهارت نیست برادر عزیز. میتوانید که یعنی که نمازتون بخوانید برادر عزیز.